کانال اتاق خبر همراه باشید. در روزهای اخیر ایران بار دیگر توانایی‌های راهبردی خود را به نمایش گذاشت و با رونمایی از جدیدترین موشک پیشرفته سپاه پاسداران پیام روشنی به رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارسال کرد. این دستاورد تازه که در محافل نظامی از آن به عنوان دردانه سپاه یاد می شود، با فناوری‌های نوین و برد عملیاتی بالا نشان دهنده جهش چشمگیر در قدرت دفاعی کشور است. از جمله موشک‌های خاص این دسته سجیل 2 است. موشکی بالستیک با سوخت جامد، برد حدود 2500 کیلومتر و دقت بالای اصابت به هدف که توانایی پوشش دادن مناطق وسیعی را دارد. خرمشهر 4 یکی دیگر از سلاح‌های برد بلند ایران است که قابلیت حمل کلاهک‌های چندگانه و سرعت فوق‌العاده‌ای دارد و می‌تواند به راحتی از سامانه‌های پدافندی عبور کند. نسخه ارتقا یافته این خانواده خرمشهر 5 نیز با برد بیشتر و فناوری پیشرفته‌تر به زودی به زرادخانه دفاعی اضافه خواهد شد. در حوزه موشک‌های هایپرسونیک فتاح 2 نمونه پیشرفته است که با ترکیب فناوری موشک گلاید شونده و کروز سرعتی بیش از 5 ماخ را به همراه دقت بالا در هدایت نهایی ارائه می دهد. ویژگی هایی که آن را برای مقابله با تهدیدات پیچیده ایدئال ساخته است. همچنین موشک تاکتیکی حاج قاسم که سرعت و دقت بالایی دارد و به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی در نبردهای منطقه‌ای مطرح است و با توان عبور از سامانه‌های دفاع موشکی نقش مهمی در بازدارندگی ایران ایفا می‌کند. کارشناسان نظامی می‌گویند این موشک‌ها علاوه بر دقت بالا قابلیت عبور از سامانه‌های پدافندی پیشرفته را دارند و توانمندی ایران را در حفظ امنیت ملی به شدت افزایش می‌دهند. تصاویر و گزارش‌های آزمایش موفق این تسلیحات در رسانه‌های داخلی و بین المللی بازتاب گسترده‌ای داشته است. فرماندهان سپاه تاکید کردند که توسعه چنین توانمندی‌هایی صرفاً برای بازدارندگی و دفاع مشروع است و ایران در مسیر پیشرفت فناوری‌های دفاعی بومی خود ثابت قدم خواهد ماند. این دردانه سپاه پیامی روشن به هر طرفی است که بخواهد امنیت و ثبات ایران را به چالش بکشد. آماده ایم با قدرت از کشورمان دفاع کنیم.